فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری در مورد گروه داعش یا دولت اسلامی در عراق و شام پرسیدند که این گروه چه گروهی است و نظر شما در این زمینه چیست؟ جریاناتی که اخیراً اتفاق افتاد در سرزمین شام و سوریه و همچنین در کشور عراق، بگم که متاسفانه یا خوشبختانه واقعیت و ماهیت این گروه را کاملا برای مسلمانان واقعی واضح و آشکار کرده و تمام علما موضع گرفتند علیه این گروه. گرچه یعنی این هم سخته برای عموم مردم ما عموما اهل سنت و الجماعت در عراق و سوریه یا در جاهای دیگر از بس که ظلم دیدن، ستم دیدن، با هر ندایی در واقع پشت سرشون راه میافتند. قطع نظر از این که این واقعا از نظر اهل سنت با مبانی اهل سنت سازگار باشه یا سازگار نباشه، این برمیگرده به شدت ظلمی که از طرف مقابل، از طرف روافض در شام و عراق در واقع بر اهل سنت اعمال شده. ظلم‌های زیادی که در طول چندین قرن داره اعمال میشه، چندین دهه در واقع اعمال میشه بر اهل سنت و الجماعت. و این گروه از دیدگاه اهل سنت و الجماعت و علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت یک گروه تکفیری هست و تکفیر جزء موازین اهل سنت و الجماعت به هیچ صورت نیست. ما هیچ مسلمانی را به خاطر ارتکاب کار گناه و معصیت و گناه کبیره کافر نمیدونیم و برای این که حکم کفر یک فردی داده بشه یک سری شرایط هست، اینا باید فراهم باشه، یک سری موانع هست و هر کسی نمیتونه این حکم اعمال بکنه. اما این گروه متاسفانه بدون دلیل و بدون در نظر داشته شرایط یا در نظر داشته موانعی که وجود داره انسان‌ها رو تکفیر میکنن، حتی در مورد قتل عام کردن یا نحوه در واقع کشتن دشمن. شریعت اسلامی احکام جنگش، احکام صلحش، احکام اسرایی که داره شریعت اسلامی و مبانی اهل سنت و الجماعت کاملا مشخص هست که به هیچ عنوان کشتن اسیر یا کشتن به این گونه‌ای که این افراد دارند اعمال میکنند این جایز نیست و اساسا اینا در اصل اعتقاد مشکل دارند. یک گروه تکفیری هست که تکفیر برخلاف مبانی اهل سنت و الجماعت هست. انسان مسلمان باید واقع بین باشه در هر زمینه، نباید که به خاطر یک مثلا سلیقه‌ای که خودش دارد یا یک بغض و انادی که با دیگران دارد، به خاطر یک ظلمی که بر اون اعمال شده، از اصل موازین شرعی به هیچ عنوان ما حق نداریم که عدول بکنیم. و خوشبختانه بسیار از علما در عالم اسلامی، اهم در خود عراق باشه، در سوریه باشه، در عربستان سعودی و در کشورهای دیگر، علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت موضع گرفتند و در واقع اشکالاتی رو که این گروه داره برای عموم بیان کردند.